شعری که من خواندم، هین مگو فردا که فرداها گذشت، یک قصه از مولانا صاحب در این شعر نقل میکنه، بعد این شعر میگه. قصه از این قرار است: یک کسی در زمانهای سابق و سر راه مردم و مسلمین درخت خار شانده بود. این درخت خار کلان شده میرفت. والی شهر به این آدم پیام داد که برادر همی درخت خار تا بکن. گفت فردا میکنم. فردا که عسکر می آمد بکن، فردا گفتیم دیگه فردا میکنم. بالاخره فردا این درخت کلان شده رفت. پادشاه گفت به آدم پیام روان کرد، گفت شما که درخت اثر را نمیکنین دو ضرر داره. پس آن کنده نمیتانین به دو دلیل. پس آن از بیخ و بن این درخت را کنده نمیتانین به دو دلیل. دلیل اول، شما ریش سفید میشین، ضعیف میشین، باز در دشمنتان کنده نمیتانین. یک دلیل. این خار کلان میشه باز کنده نمیتانین. اگر ما فردا بگویم، مولانا صاحب میگه عیب ما کلان میشه، گناه ما کلان میشه و خود ما هم ضعیف میشیم. عبادتی که جوان میتونه ریش سفید میتونه، دعوتی که جوان میتونه ریش سفید میتونه، ریاضتی که